چشمو میایید به 3 قسمت تقسیم میکنید، 3 قسمت مساوی. موجه ها رو از بیشترین شماره تا کمترین شماره میچینید. این میشه روش موجه گذاری چشم گربه‌ای. به موجه گذاری نباید پلک افتاده بشه یا موجه ها افتاده باشه. موجه گذاری یعنی حالت دادن به چشم. اگه چشم گرد بود باید کشیده ترش کنید. چشم خیلی کشیده بود باید یه ذره گردترش کنید. اگر فاصله چشما زیاد بود باید فاصله رو کم کنید. تراکم و بلندی هم توی موجه خیلی مهمه. گرد کردن چشمای کشیدن باید قسمت وسطی موجه بلندتر از 2 تا قسمت بغلی باشه. به همین راحتی برای موجه های یک سره هم یه لایه نازک دوباره چسب میزنیم، میکنیم تا یه ذره خودش رو بگیره چسب. انتهای موجه یک سره رو میذاریم انتهای آخرین موجهمون، بقیه‌اش هم میذاریم. قبل از اینکه موجه رو بذاریم حتما ریمل بزنید. اگر موجه های صافی داره حتما از فرموژه استفاده بکنید. اگر موجهشون فر به هیچ عنوان از فرموژه استفاده نکنید. به کل موجه ها ریمل میزنید. اصلا ریمل مهم نیستش که چه مارکی باشه، فقط ریملی نباشه که بریزه زیر چشم. موجه های ریسه‌ای کلی مدل های مختلف دارن، یعنی اینجوری نیستش که فقط مدلشون ساده باشه. مدل های مختلف داره، شماره های مختلف داره. 10 و 12 و 14 که بهتون گفتم موجه هایی که خیلی استفاده میشه. 16 24 اینا هستن که خیلی موجه های بلندی هستن. برای مشتری میخواید بگیرید همه سلیقه هاشون اینجوری نیستش که موجه های خیلی پروازی داشته باشن و خیلی موجه هاشون بلند باشه. یا اگر برای خودتون میخواید بگیرید، دوست دارید اصلا کلا موجه های بلندی داشته باشی، این شماره هم میتونید بگیرید. بعدی که میخوام براتون توضیح بدم مرحله سایه است. اصلا نیاز نیستش که 100 تا پلت مختلف داشته باشید. یه دونه پلت سایه خوب داشته باشین اون کافیه. حالا خصوصیات پلت سایه خوب چیه؟ توناژ قهوه‌ای داشته باشه، هم توناژ صورتی، هم تیره باشه، هم روشن باشه، هم سایه های شاینی داشته باشه. کلا خاکستری و یاسی هم خیلی به کارتون نمیاد تو پلت. کلی بخوام بهتون بگم پلت‌های انتخاب بکنید که رنگای گرم و آجری توش داره. رنگای سرد خیلی به کارتون نمیاد، یعنی اصلا به کارتون هم نمیاد. بریم سراغ سایه. برای سایه براش خیلی مهمه، یعنی اگر براش خوب نداشته باشید سایه خوبم نمیتونید بزنید. نیاز به 2 تا براش داره. براش سرگرد بزرگ، براش سرگرد کوچیک. از براش مک شماره 217 و 219 استفاده کنید. برای شروع کردن سایه ما نیاز به یه زیرساز خیلی خوب داریم. با استفاده از همون پلت چربتون زیرساز سایه‌تون هم انجام بدید. اگر نخواستید میتونید از کانسیلر استفاده کنید یا میتونید از زیرسازایی که حالا برندهای مختلف دارن از اون استفاده کنید. ما 3 مدل چشم داریم: چشم بیرون زده، چشم پفدار، چشم فرو رفته. قسمت که قسمت پف چشمه. این قسمت هم که میشه پشت پلک که ما کلا با این 2 تا قسمت کار داریم. برای چشم بیرون زده باید قسمت پشت پلک رو تیره تر بکنیم. برای چشمای پفدار پشت پلک باید روشن تر باشه. برای چشمای فرو رفته هم باید پشت پلکمون روشن تر باشه. حالا قوانین و نکات سایه زدن چیه؟ اولین و مهمترین نکته اینه که همزمان کار سایه چشم انجام بدید. یعنی نه اولین چشم انجام بدید تموم که شد بعد بدین چشم. یادتون میره کدوم رنگ و کدوم مرحله انجام بدید. دومین نکته اینه که رنگو سر سوزن اضافه کنید. تمیز شدن سایه‌مون باید از رنگ روشن به سمت تیره استفاده کنید. هر قسمت رو توی همون قسمت میزنیم. اگر پلت شاینیتون هم رنگ نمیده به پلکتون اسپری فیکس بزنید، به براشتون و اگر اکریلای ریز دارید که میخواید پشت پلکتون بزنید به پلک اسپری فیکس میزنید، اکریلا رو میزنید به پشت چشتون، دوباره روش اسپری فیکس میزنید. و یه سایه هم بهتون یاد میدم که اسمش سایه مادره، یعنی مادر همه سایه ها. اگر شما فقط همین یه دونه سایه رو بلد باشید میتونید 100 تا سایه از توش در بیارید، شاید هم بیشتر. در ابتدای کار میایید با استفاده از یه براش سرگرد کوچیک تمام پشت پلک رو با استفاده از یه سایه روشن پر میکنید. با براش سرگرد بزرگ یه رنگ متوسط کل پف پلک رو میگیریم، باریک زیر ابرو فاصله بذارید. بعد که رنگ تیره رو میذاریم انتهای پف چشممون به سمت بینی فید میکنیم. بعد میایم با یه رنگ تیره تر یه دونه وی اینجا طراحی میکنیم از انتهای موجه آخر. همینجوری رنگ و ذره ذره بهش اضافه میکنیم و به صورت دایره‌ای فیدش میکنیم. اگر هم خواستید که چشتون کشیده تر بشه به ویمون کار نداریم، میاییم فقط اون پف چشمون رو یه ذره به سمت شقیقه فید میکنیم.
اگر میخواستید یه خورده آرایشتون تیره تر و غلیظ‌تر بشه، به هیچی دست نمیزنید، فقط ویمونه یه خورده تیره تر. اگر سایه شاینی خواستیم توی قسمت پشت پلکمون میتونیم شاین بزنیم. یکی از پرکاربردترین سایه هاست، چون با عوض کردن رنگا کلی آرایش جدید میتونید به وجود بیارید. مثلا سایه بادیگارد وی که گوشه چشم کشیدید، همینو اگر جلوی چشمم انجام بدید، اینشو شاین بزنید، میشه سایه بادیگارد. سایه زیر چشمم باید اینجوری باشه که اول از رنگای روشن شروع کنید به رنگای تیره، قسمت انتهایی پهن‌تر و هرچی به بینی نزدیک‌تر میشیم باریک‌تر بشه. اینم دیگه سلیقه حالا رنگایی که استفاده میکنید. میتونید گوشه چشمو شاین کار بکنید، هایلایتر کار بکنید. برای ابرو هم بهتره که قبل از اینکه بخواید ابروتون رو طراحی بکنید، با سایه های ابرو کادرای ابروتون رو طراحی بکنید. ابروهای پرپشتی دارین که نیاز به طراحی خاصی نداره، میتونید با استفاده از ژل ابرو به ابروهاتون فرم و جاهای خالیشو پر بکنید. ولی اگر کلا میخواید طراحی بکنید ابرو، با استفاده از سایه ابرو میایم کادرامون رو مشخص میکنیم و با استفاده از قلم سسه و ژلای کاسه‌ای میایم خطای خیلی نازک قسمت‌های خالی ابرو پر میکنیم. کلا هاشو کشیدن ابرو با تکرار و تمرین به دست میاد. به این صورت که میایید با استفاده از همون قلم‌های خیلی نازک تای کج روی دستتون اول طراحی میکنید، اینجوری قلقش دستتون میاد. فقط حواستون باشه که خطای اینجوری صاف صاف نکشید. ژل ابرو یا صابون ابرو بخواید استفاده بکنید، بهتره که قبل از اینکه مرحله پوست رو انجام بدید، برای لیفت ابروتون هم انجام بدید. قلقی هم خودم یاد گرفتم اینه که صابونای گلیسرینی که توی تمام داروخونه ها عطاریا وجود داره رو با یه مسواک تمیز یا یه براش ابرو یه ذره نمناکش بکنید، بکشید روی صابون و بعد بکشید روی ابروتون. نگاریش خیلی عالیه، سفیدک هم نمیزنه. مرحله آخرم طراحی لبه. موندگاری رژ لب یا همون رژ لب عروس، باید اول از همه لبتون رو طراحی بکنید کامل، رنگ بیستون رو بزنید، پودر فیکس روی کل لبتون بزنید، بعد رژ لب مایع و رژ لب جامد رو با هم ترکیب بکنید و بزنید رو لبتون. این دوتا روش دیگه رژ لبتون اصلا پاک نمیشه. این بود از آموزش 0 تا 100 میکاپ. منم توی این ویدیو خیلی راحت، خیلی عامیانه بخوام براتون توضیح بدم که اصلا 0 تا 100 میکاپ چیه، مراحلش چیه، چه کار باید بکنید، چه کار نباید بکنید، چون ویدیوهای آموزشی خیلی زیاده و اینکه نه ما وقتشو داریم نه حوصله‌شو داریم که بخوایم بریم بگردیم ببینیم که چه کار کردن، چه کار نباید بکنید. اگر نکته من یادم رفته یا یه نکته کاربردی تر شما هم بلدید، حتما تو کامنت ها برامون بزنید. خیلی دوستتون دارم. لایک و ساب یادتون نره. بای بای.